بزرگان علمای زمان پیش امام باقر درس میخونن و استفاده میکنن. شخصیت معروفی مثل اکرمه شاگرد ابن عباس وقتی میاد خدمت امام باقر برای اینکه از اون حضرت حدیث بشنوه، شایدم برای اینکه امتحانش بکنه، دست و بالش میلرزه و در آغوش امام میفته. بعد خودش تعجب میکنه، میگه من بزرگانی مثل ابن عباس رو دیدم، از اونها حدیث شنفتم، هرگز یا ابن رسول الله این حالتی که در مقابل تو برای من دست داد برای من دست نداده بود. و امام باقر در جوابش ببینید چقدر صریح میگن ویحک یا عبید اهل الشام انک بین یدی بیوت اذن الله ان ترفع یذکر فیها اسمه. تو در مقابل عظمت معنویتی که مجبوری اینجور به خودت بلرزی ای بنده کوچک شامیان. کسی مثل ابو حنیفه که از فقها و بزرگان زمانه میاد خدمت امام باقر و از اون حضرت معارف و احکام دین رو فرا میگیره و بسیاری از علمای دیگه جز شاگردان امام باقر هستند و صیت علمی امام باقر در اکناف عالم میپیچه که باقر العلوم معروف.